وقتی واژه قوم عزیز کرد از ملت بزرگ ایران رو میشنویم، ناخودآگاه توجه ذهنمون به سمت غرب ایران جان جلب میشه. اما کردهای کرمانج دوست داشتنی در شمال شرق کشور زندگی میکنن و این ماجرا یه پیشینه تاریخی داره. عشایر کرد شمال خراسان از بقایای ایلهای بزرگی هستند که در زمان شاه عباس صفوی در سال 1010 هجری قمری از غرب ایران به مناطق شمال خراسان کوچانده شدند. بخشی از این طایفه از آغاز سلسله صفوی برای جلوگیری از هجوم ازبکان و ترکمانان به منطقه شمال خراسان یا خراسان شمالی کوچ داده شدند و در منطقه ابیورد و درگز ساکن شدند. هدف دولت شاه عباس جلوگیری از هجوم ازبک ها بود، خطری که در اون زمان مرزهای شمال شرق کشور رو تهدید میکرد و کردها میتونستن با شجاعت و جانفشانی جلوی مهاجمان و متجاوزان به کشور رو بگیرن. مهاجرت و مقابله به موقع کردها، مخصوصا مبارزات شجاعانه دو ایل بزرگ و معروف زعفرانلو و شادلو، باعث جلوگیری از پیشروی بیشتر ازبک‌ها در ایران جان شد و پس از مبارزات خونین و بسیار، سرانجام ازبک‌ها که از نوادگان مغول بودند در نهایت از ایران بیرون رانده شدند. عشایر خراسان شمالی به لهجه کرمانجی صحبت می‌کنند.